یه بازیکن پرتغالی همین تازگی‌ها اولین کارت سفید تاریخ فوتبال رو دریافت کرد. آره درست شنیدی، کارت سفید. اما اصلا این کارت چه کاربردی داره؟ خب تنها کارتایی که همه فوتبالیا میشناسن کارت زرد و قرمزه که هدفش اینه که بازیکنایی که توی زمین رفتار بدی دارن رو جریمه کنه. ولی این هفته توی یه بازی از لیگ دست 5 پرتغال یه اتفاق عجیب افتاد. یه مدافع وقتی میخواست توپو از مهاجم حریف دور کنه زمین خورد و بیهوش شد. در همین لحظه مهاجم حریف یه موقعیت عالی برای گل زدن داشت، ولی به جای اینکه بدوه سمت توپ سری رفت به کمک رقیبش و یه حرکت خیلی انسان دوستانه انجام داد و داور هم دقیقاً همون لحظه تصمیم گرفت برای اولین بار در فوتبال مردان کارت سفیدو نشون بده. اما چرا؟ چون این کارت برای تشویق رفتارهای جوانمردانه است و برخلاف کارت زرد و قرمز که برای تنبیه، کارت سفید برای تقدیر از بازیکن‌ها استفاده میشه و هر بازیکنی که یه حرکت مثبت توی زمین انجام بده با این کارت تشویق میشه. نظر شما در مورد این کارت چیه؟